خیلی خوب، خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا ما اومدیم یک ویدیو آموزشی به ویدیو یوتیوبمون اومدیم که چطوری آموزش بدیم که چطوری فرش انیمیشنمون توی ورژن فابریک ماینکرافت اینطوری باگ نده. مثلا برای مثلا نگاه کنین، این وقتی فرش انیمیشن رو که میزنیم این ماپا چشماشو بسته هستش و هیچ انیمیشن اینایی در کار نیست. ویلیجرها اینا که همون طور که داریم میبینیم ریسوس پکش هست با فرش موو. حتما فرش موو یا فرش انیمیشن رو فابریکی ناریختنی کار نمی کنن و شخصیت ها یا خودتون اسکینتون انیمیشن نداره. حالا برای این چاره راحت یا تا آخر ویدیو همراه میشید که بیا توضیح بدم چی به چیه. خب همونطور که داریم میبینید اینجا ما به 2 تا ماد پک نیاز داریم برای فابریک که اسم یکیش انتینیتی تکسچر فیوچر، یکی هم انتینیتی مدل فیوچره. این 2 تا ماد ها باید کنار هم باشه و وقتی که پوشر میزنیم ما باید بیایم و دنبال مادز بگردیم تا حالا اینجاش راحته. اینجا فایل ها رو اینجا انتقال میدیم و حالا این زیاد مهم کار که انجام. بعد اینکه انتقال دادیم میریم داخل بازی. خیلی خوب، همونطور که داریم میبینید الان من میرم ریسورس پک اینا رو عام میکنم که این انفینیتی فیوچر این میاد که هر دوتاش باید کنار هم باشه، نباید تک باشه. تک باشه اجرا نمیشه. و میریم وارد دنیامون که میشیم میبینیم که حالا صرف بیارم براتون. همونطور که میبینید این ویلیجرها اینا انیمیشن هاشون برگشته به خاطر این 2 تا ماد و برای فورج و فابریکش هم همینه. باید اونو برای فورج همینه، باید همین رو نصبه، فقط باید این مخصوص فورجش باشه. الان مخصوص فابریکه. همون که میبینید انیمیشن ما درست شده و انیمیشن خودمونم نسبتا بهتر شده. دقت کنید و واقعا کاربردیه. و اگه از این آموزش رو بیشتر میخواین فقط ساب کنید.